خوش آمدی ای صبح شناسی نزدیک، روشنگری دلهای سیاه و تاریک. دیدار تو دولت است و لبخند تو بخت، ای صبح امانی دیار تاجیک. از درخش خورشید عالمگیر، از شرشر آبهای مصفای وطن، از شکفتن لاله های سرخگونه در تل و تپه های دیار نازنینمان تاجیکستان عزیز، با شما درود و سلام میگوییم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان و این صبح نکوی وطن را برای هر یک شما فرخنده میگوییم. سلام و درود به همه دوستداران و علاقمندان برنامه‌های تلویزیون بهارستان و برنامه صبحگاهی صفای سحر. به همه فرارسی این روز و صبح زیبا را مبارک میگوییم. امیدواریم که شما با طبع خوش و بریده از خوابتان برخستید و به تماشای برنامه ما شروع نمودید. بله، استقبال روز از صبح خوب آغاز می شود. اگر صبح ما برای انجام دادن کارهای خود نقشه های نیک را راه اندازی کنیم و با یک طبع خوش و بالیده برای انجام دادن آنها کمر همت بندیم، می توانیم که در دوام روز همه آن آرزو و نقشه‌ای که داریم البته به خوبی آنها را عملی نماییم. و تماشابینان عزیز، بیایید برنامه را با شنیدن یک سرود دلنشین آغاز میکنیم و سپس برمیگردیم به دوام برنامه. در عالم چراغی فروزان کتاب است، رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. پس از سبقت چند روزه در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت، بهترین ها امروز قدردانی گشتند. رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت
صبحانه اولین غذایی است که پس از خواب خستن ما استعمال میکنیم و مثلا همین غذا باید فایده آور باشد تا که با استعمال آن ما توانیم خود را هوشیار کنیم و در دوام روز تمام کارهای خود را خوب انجام بدهیم. ولی تماشابینان عزیز، خوراک فایده آور با لذت نیز بوده میتواند. برای همین ما در برنامه صبحگاهی صفای سحر به شما نه فقط صبحانه بلکه گاهی خورش ها و شیرینی های گوناگون را نشان بدهیم تا که شما آماده کردن آنها را نیز یاد بگیرید و نه فقط در صبحگاهی بلکه در دوام روز توانید استعمال کنید. بله، به نظیر یک چیز دیگر نگفته نماند که متخصصان نیز معین کردند که از خوراک نصف روزی و یا بگاهی دیده صبحانه کردن مهمتر است، چون که صبحانه در آغاز روز انجام داده می شود و آن می تواند که برای انجام دادن کارها بنیه انسان یعنی ارگانیسم انسان را به هر گونه ماده های ضروری تامین سازد. و میخواستم دلیل شما را باز پورتر کنم و به تماشابینان بگویم که صبحانه باید 25% خوراکی که ما در دوام روز استعمال میکنیم تشکیل بدهد. خوب بینندگان گرامی، صفحه صبحانه برنامه را با هم تماشا میکنیم. صبح یکایک شما به خیر و شادی باشد بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. بخش صبحانه از منظور شما و در بخش نوبتی ما به شما طرز آماده نمودن چنین شیرینی و با قول پیروگی سبی را نشان می‌دهیم. کار را از ریزه کردن سب‌ها شروع می‌کنیم. برای شیرینیمون ما از سب سرخ استفاده میبریم. سب‌ها رو اول از پوستش جدا کرده بعداً با چنین طرز ریزه میکنیم. روی آن کمی شکر رو اضافه کرده با مدت 15 دقیقه میگذاریم. تا آن دم ما خمیر شیرینی را تیار میکنیم. برای آماده کردن خمیر تخم را با شکر لط میزنیم. تخم را باید تا درجه آمیخته کنیم که از آن چنین محلول سفید آماده گردد. روی تخم روغن مسکه آب کرده شده را میریزیم. برای به شکل خمیر در آوردن محصولات ها در آخر با آن آرد آمیخته میکنیم. روی طبق تفدان کاغذ فلگه را گذاشته درونش خمیر را جای می‌دهیم. بینندگان عزیز، شما می‌توانید از قالب حجمش کلانتر استفاده برید. روی خمیر سب‌ها را گذاشته برای خوبتر سرخ گردیدن رویش روغن رستنی را می‌مالیم. قالب را درون تفدان قبلا گرم کرده شده میگذاریم. پس از 20 دقیقه پیروگی سبی ما آماده گشت. با اشتهایتان.
خلق تاجیک از تبار آفتاب، نور پیوندیم و از اهل کتاب. سلام و درود، امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. انسان معجزه آفر است. با گذشت ایام معجزه های آفریده او همواره بیشتر و فراگیرتر می شود. اما آفرینش کتاب در همه ایام والاترین معجزه هاست. بزرگ می گوید که همیشه در دست کتاب داشته باش تا مردم تو را همیشه روی دست داشته باشند. صاحب تبریزی می گوید که صاحب ز تو هر لحظه به من نیک خطاب است، روی که نگردد ز کسی روی کتاب است. از این رو هر قدر که فرزندان ملت کتاب خوان باشد، همون قدر ملت نیرومند می گردد. خوشبختانه ملت کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک این رسالت ملی خیش را، یعنی کتابداری و کتابخوانی، خودشناسی و خودآگاهی ملی خود را از دست نداده، طی سالهای آخر با تشکیل و برگزار نمودن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است که به واسطه با سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام قلمرو کشور بین تمام قشرهای جامعه برگزار کرده می شود. اینک ما تصمیم گرفتیم که از آمادگی اشتراکچیان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در این سال، یعنی آگاهی پیدا نموده باشیم و تا چه اندازه یعنی آنها به آموزش علم و دانش در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان مشغولند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی توانست که در تمام قلمرو کشور بار دیگر مردم را به سوی علم و دانش، به سوی کتابخانه از سر نو برگرداند و طی سالهای آخر که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد، نه تنها نسل خرد بلکه تمام نسل کلانسال کشور را نیز به کتاب و کتابخانه رو آوردند. کتاب و کتابداری یکی از سنت‌های قدیمی مردم آریایی نژاد از جمله تاجیکان به حساب می رود. اگر به تاریخ تمدن این مردم با دیده تحقیق نظر افکنیم، می بینیم که در تمام دوره‌های تاریخی نوابسته از وضعیت سیاسی و اجتماعی، مردم تاجیک به کتابداری و کتابخانه و حفظ و نگهداشت آن توجه خاصه ظاهر کرده‌اند. شکوه و شهامت ملت تاجیک توسط اثرهای ایجاد کرده ادیبان و شاعران و عالمان و محققانش از قدیم تا امروز در عالم پهن گشته است. شروع از استاد رودکی و فردوسی، ابن سینا و بیرونی، مولوی و سعدی، خواجه حافظ و کمال خجندی، جامی و بیدل، احمد دانش و استاد عینی و جوانترین شاعر معاصر و هزاران تن دیگر با ایجاد کتاب‌های خود برای معرفی و ماندگاری ملت تاجیک در صحیفه‌های تاریخ جهد و تلاش‌های زیادی کرده‌اند و عنعنه نیاگان خود را در سمت ایجاد آثار علمی و ادبی ادامه داده ایستاده‌اند. سلام ای صد سلام ای نور دیده، به مژگانم اگر خار خلیده، سلام را روی صحنه باز کردم، سلام از خوشدلان آغاز کردم. من سال اول است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنم و برای آزمون تیاری دیده ایستادم. من از دور مکتبی، از دور منطقوی گذشتم و حاضر به دور ناحیوی تیاری دیده ایستادم. من از روی نمینیت ادبیات بچگانه اشتراک میکنم و 142 افسانه، 135 حکایه، 1106 مصرع شعر از بر نمودم. در همین راستا اقدام بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. طی 5 سال است که در قلمرو کشور بین تمام قشرهای جامعه برگزار کرده می شود. رفت برگزاری این آزمون با شکوه بار دیگر اثبات کرد
که این ملت فرهنگی به کتابخانه توجه داشته نسبت به کتاب و ایجادگران کتاب ارج و احترام خاصه می‌گذارد. چون همه ساله می‌بینیم که در سراسر کشورمون آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در سطح بلند برگزار می‌گردد و این آزمون یک تکان بخشید که خلق تاجیک باری دیگر رو به کتابخوانی آوردند و مخصوصا کودکان و نورسان به حد زیاد گردیده ایستادند. روز تا روز ما می‌بینیم، سال تا سال می‌بینیم که داوطلبان این آزمون به نهایت زیاد هستند و خوانندگان و کودکان و نورسان ما در این تالاری بچگانه ما همه روزه مشاهده می‌کنیم که سبقت دانش الکی می‌ورزند با یکدیگر و آن همه درخواست و از طرف درخواست و خواهش‌هایی که داوطلبان نسبت به همین ادبیات هایی که مخصوصا در نامیناسیون بچگانه آورده شده است درخواست میکنند و از طرف کارمندان شعبه باشد سر وقت درخواست اونها رو اجرا میکنند تا که هر یک خواننده که در اینجا قدم میماند به یگان غذای معنوی از اینجا نروند و این آزمون توانست و میتواند چهره های نوی سخنور و سخندان را پیدا گرداند الکی پیدا کرده است. هدف اساسی پیشوای ملت از اعلان چنین آزمون در آن است که کتابخوانی و کتاب نویسی در جامعه باز هم بیشتر رواج یابد و سطح معنوی و اخلاقی جامعه، سخنوری و سخنشناسی و به قدر سخن و ایجادگران سخن رسیدن اهل جامعه باز هم بیشتر و خوبتر گردد. جنبه دیگر اقدام سرور دولت از آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است این تربیه آداب و اخلاق حمیده، رشد ذهنی جوانان و نورسان، تکمیل سخنوری و سخندانی مردم و از نازکی های و غناوت زبان مادری خیش آگاه گردیدن مردم کشور می باشد. من در آزمون فروغ صبح دانایی طول 4 سال است که اشتراک می نمایم و طول چند وقت شده است که من برای این آزمون تیاری دیده ایستادم. من در آزمون از روی نامیناسیون خواندن و زیاد کردن ادبیاتی بچگانه اشتراک می نمایم. در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی تا دور جمهوریش راهخط یافته بودم. من از دور مکتبی گذشته عین زمان به دور نهادیوی راهخط یافتم و تیاری جدی دیده ایستادم و باوری دارم که در این آزمون در دور نهادیوی سزاوار جای نمایان می‌گردم. واقعا هم بعد از آن که ما از رفت آمادگی اشتراکچیان آزمون در کتابخانه ملی آگاهی پیدا نمودیم، بار دیگر باوری حاصل کردیم که سال از سال شماره اشتراکچیان و دوستداران شعر و کلام بدیع بیشتر گردیده در طول 5 سال برگزاریش در پی اجرای همین اقدام و ابتکارات پیشوای معظم ملت صورت گرفته بهترین کتابخانه‌ها و چراغ‌های روشنی افکن و نور فروغ صبح دانایی تمام کشور را گرد هم آورده است. با اطمینان کامل می توان ابراز داشت که هر یک داوطلب و اشتراکچی این آزمون با اشعار از یاد کرده و سخنوری و سخندانی خود هیئت داوران را مفتون هنر و دانش و عقل و ذکاوت خود خواهند کرد. ساحه علم و تکنیکا هر روز رشد یافته ایستاده است و ما البته کشفیات‌های نوی عالمان جهان را مشاهده می‌کنیم و پیشروی آنها پیشروی تمام اختراعکاران خیلی نظررس است و آنها با پیشروی‌های زیادی نایل گشتند. واقعا امروز ما از تکنیک و تکنولوژی نوین به طور وسیع در زندگی خویش استفاده می‌بریم.
و عالمان جهان طوری که بنظیر قید کرده همه روزه کوشش میکنند که با نوگانی های خویش باز هم دقت ما انسان ها را به خود جلب کنند. و بینندگان گرامی، اگر شما میخواهید که از نوگانی های عالمی تکنیکا و تکنولوژیا باز هم معلومات بیشتر پیدا نمایید، پس صفحه تکنولوژیای نوین برنامه صبحگاهی صفای سحر را تماشا نمایید. بله تماشابینان عزیز، این بخش به شما امکان می‌دهد که با نوگانی هایی که در ساحه علم و تکنیکا پیدا شدند شناس شوید. با دقت باشید. دوچرخه تمرینی معاصر. این دوچرخه ورزشی از شرکت نروژیا پلای پولز است و به شما کمک میکند که روزتان را با خوشنودی آغاز کنید. آن با شرافت کامپیوتری درون ساخت نصب شده ورزش را به یک بازی هیجان بخش تبدیل می‌دهد. در وقت ورزش کردن پدال‌ها به عملهای بازی تبدیل می‌یابد که این را تهیه‌گران به نقشه گرفتند. روندهای در اکران موجود بوده آن در یک لحظه ما را به خود جلب می‌کند. هنگام استفاده این نوگانی شما خستگی را در وقت فعالیت جسمانی در خود احساس نمی‌کنید. در عین زمان اختراع در مرحله تهیه قرار دارد. آن را پیشکی فرمایش دادن ممکن است. این چنین 4 بازی شوق‌آور مخصوص برای این دوچرخه آفریده شده است که در آن فعالیت می‌کنند. ساختارهای مخصوص زمانوی در آن نصب شده است که شما می‌توانید برای آموزش و بازی‌ها هم با دوستان خود و هم با کاربران تصادفی یک دسته بازی کنید. دستگاه پیوست‌شوی با گوشمانک بیسیم را دستگیری می‌کند و اینچنین می‌توانید فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را از همه گونه شبکه‌های معمولی دلخواهتان تماشا کنید، اما تنها اگر شما پدالزنی را دوام دهید. در ماه ایولی سال جاری پراقتدارترین دستگاه برق‌دهی در جهان نهایت به استفاده داده شد که اولین مرتبه آن را در آب‌های شوتلندیا در بین جزیره‌های ارکنی جایگیر کردند. اوربیتال O2 از پلتفرم شناکننده و 2 تجهیزات زیری آبی عبارت است. آن در خود دارای قوه 2 میلیون وات میباشد که برای با قوه برق تامین کردن قریب 2000 خانه کفایه است. چنین منبع نیروی برق آلترناتیوی بوده از جهت اکولوژی تازه محسوب می شود. این معنای آن را دارد که در بین چیزهای دیگر آن به ما امکان می دهد که اضافه کربن در انسانیت در یک سال تا 2200 تن کم کرده شود. توربینه‌های دو جانبه هنگام آبخیزی بلند و هم پس کار میکنند. اندازه نیروگاه عجیب است. درازی آن 74 متر، درازی تیغ 10 متر و میدان فراگیری آنها بیش از 600 متر مربع می باشد. این چنین وزنش 680 تن را در بر میگیرد. صبح بخیر بینندگانی عزیز، در این بخش ما به شما یک چند خصوصیت و پهلوهای شفابخشی لوبیا را پیشنهاد می نماییم. لوبیا غذای سیر استعمال می باشد، مخصوصاً در بین گیاهخواران، ورزشگران و شخصانی که می خواهند وزن خود را کم کنند وسیع استفاده برده می شود. آن را در خوراک های خورش ها نیز استفاده می برند. لوبیا از ویتامین ها و مینرال ها به مانند B1، B9، کالی، مگنی، فسفر، آهن و مس بای است. کالی که در ترکیب لوبیا موجود است، ایونی اساسی حجره می باشد که در تنظیم آب، الکترولیت، کیسلوتا و در گذراندن ایمپولس های عصب، تنظیم فشار خون اشتراک می کند. تحقیقات ها اینچنین تصدیق می کنند که لوبیا با سبب ارزش بلند غذایی و عنصرهای مهمی در آن موجود بوده برای از دست دادن وزن منفعت های کلان دارد. اینچنین استعمال لوبیا می تواند سطح کلسترول بد را در بدن پست کند. روغن لوبیا دارای فسفولیپیدها می باشد که برای تازه کردن جگر تاثیر آنتی اکسیدانتی دارند و برای دیابت مفید است. توکوفرول ها که در لوبیا موجودند ماده های از جهت بیولوژی فعال می باشند و می توانند ایمونیته بدن را بلند بردارند. با وجود این همه فایده ها ما باید احتیاط کار باشیم و با یک مقدار معین استفاده نماییم.
зеро истеъмоли зиёди лӯбиё метавонад аллергияро ба вуҷуд орад. бо вуҷуди ин лӯбиё дар косметология махсусан дар кремҳои пӯст васеъ истифода мешавад. он равандҳои мубодилаи моддаҳоро беҳтар мекунад, фаъолияти ҳуҷайраҳои пӯстро ҳавасманд мекунад ва пайдоиши узвҳоро пешгирӣ мекунад. боз лӯбиё дорои токоферолҳо, гурӯҳи витаминҳои Е мебошад, ки раванди пиршавиро суст мекунад. инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба лӯбиё. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар идома дорад. оё медонед ки аз ҳама борони дарозмуддат 247 рӯз давом карда буд, ки он дар яке аз ҷазираҳои Ҳавайӣ борида буд. борон 27 августи соли 1993 оғоз шуд ва моҳи апрели соли 1994 анҷом ёфт. бале, далели дигар ин аст ки 1 соат истифода бурдан аз гӯшмонак миқдори бактерияҳоро дар гӯши инсон 700 маротиба бештар мекунад. далелҳои ҷолиб ва шавқовар дар ҷаҳон хеле зиёд мебошанд ва дар ҳақиқат дарёфт ва фаҳмидани далелҳои гуногун ва ҷолиб ҳисси кунҷкобӣ ва зиракиро дар мо зиёд мекунад. хуб бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумо саҳифаи навбатии барномаи мо далелҳои ҷолиб. марҳамат. салом бинандагони азиз, мисли ҳамеша имрӯз боз тасмим гирифтем ки далелҳои ҷолибу нотакрори худро пешниҳоди шумо намоем. оё медонед баландии қадди зарофаҳо то 5.5 метр расида метавонад? таҳқиқотҳои археологӣ нишон медиҳанд, ки наҳангҳо дар кураи замин пеш аз динозаврҳо пайдо шудаанд. оё медонед дар панҷаи дасти панда ангушти шашум мавҷуд аст, ки вазифаи ангушти калонро иҷро мекунад ва танҳо барои истеъмоли хӯрок истифода мешавад. оё медонед бум гардани худро то 270 дараҷа тоб дода метавонад. медуза ки яке аз ҳайвонҳои баҳрӣ мебошад, дар ин баробар боз яке аз ҷонварони қадимтарини рӯи замин ба шумор меравад. таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки медузаҳо қариб 600 миллион сол пеш пайдо шудаанд. оё медонед уқоб ба баландӣ то 5 километр парвоз карда метавонад? оё медонед занбурҳо бо иҷро кардани ҳаракатҳои гуногун бо якдигар муошират мекунанд? оё медонед фил ягона ҳайвонест, ки дорои садопардаҳо намебошад? дӯстони азиз, инҳо буданд якчанд далелҳои ҷолибе, ки тӯли ин муддат бароятон пешкаш намудем. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед.
тамошобинони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар аст ва мо умедворем ки барнома ба шумо писанд омада истодааст. Ва тамошобинони азиз, дар барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар мо кӯшиш мекунем ки бахшҳоеро нишон бидиҳем ки ба шумо писанд оянд. Ва яке аз ин бахшҳо ин муъҷизаи рангҳо мебошад. бале, дуруст қайд карди беназир. Бояд бигӯем ки рангҳо барои рушд додани зеҳни кӯдакону наврасон хеле аҳамияти муҳим доранд. агар аҳамият дода бошӣ, кӯдакон вақте ки ҳанӯз ҳоло яксола ҳам нашудаанд, таваҷҷӯҳ доранд ба рангҳо. агар ба онҳо қалам диҳед, ҳатман бо он ё ба рӯи коғаз ё ба рӯи девор ё ба рӯи фарш, ба рӯи чизе ҳатман чизеро тасвир мекунанд. ва кӯдакони аз 1 сола боло то 6 сола 7 сола хусусияти махсуси аллакай фарқ кардани рангҳоро низ доранд. онҳо метавонанд ки аз рӯи тахайюли худ ҳар гуна манзара ва ё ин ки ашёҳоро тасвир намоянд. маҳз ба ин мақсад мо бояд барои кӯдакону наврасон шароити мусоиди расмкаширо муҳайё созем. тамошобинони азиз, биёед якҷоя бахши муъҷизаи рангҳоро тамошо мекунем. бинандагони гиромӣ, бори дигар ин субҳи зебои ватанро барои ҳар яке шумо муборак ва фархунда мегӯем ва бовар дорем ки чун оғози субҳ ҳаст, шумо таби хушу болида доред.
و تماشابینان عزیز بیایید برای طبع شما را باز هم خوشتر ساختن یک صحنه هجوی را با هم تماشا میکنیم. بله من طبخچه خورم من شدم دروغ من هم کامل شدم دیگه شما گفته من گفتم در کجا گفتم؟ وقتی مختکایم رو جمع کردم بالای گریم رو گفتم درست گفتم بازم نبینیم یعنی این طرف بیام من بیرم که تو چه میشی نشونته اما چیه میگیریم؟ تلفن گیرم وزر میگیرم مای نشید بیبی ما رو میکشد چی گفت شد؟ وای تو چه خیل کرده شکستی این طبخچه بینم مایده کرده است تو چه خیل کردی این شکستی؟ من الان خیلی گرفتم شسته ایستاده بودم که بعد از دستم تو با اینش هم شکست اینه بینه تو چه خیلی شکستی نه؟ باید با دیگه نشد نه تو با چو بگویم سحرت خوش شما خود صبح جهانید یا نسیم یا که صفایید یا که هم این و همانید. لحظه ها با گذشت وقت از ما سپری شدند و همکنون اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروزه صبحگاهی صفای سحر. هر لحظه را غنیمت بشماریم و توانیم که همه آن نقشه و نیت‌های نیکی که داریم با یک قوه و نیروی تازه آنها را انجام دهیم. و تماشابینان عزیز در این صبح زیبا ما به شما سلامتی، سربلندی، روزگاری آسایشته و خانواده صمیمی را آرزومندیم. امیدواریم که همیشه خوشحال و شاد باشید. بینندگان گرامی شما می توانید در دوام روز البته طریق افیر تلویزیونی بهارستان بهترین برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های تصویری و هنری، خبر و گزارش‌ها و دیگر برنامه‌های رنگارنگ را تماشا نمایید. با شما بودیم گروه ایجادی برنامه صبحگاهی صفای سحر طول چند لحظه، گروه نوار برداران بینظیر و من نصرت الله. کامیابی و سلامتی شما آرزوی همیشگی ماست تماشابینان عزیز. تا صبح دیگر خیر.